حقیقت داره. این چهره واقعی زن رو توی سطح جامعه داره نشون میده. اولین مواجهت با اون بحثی که شایع شده توی زنان کی بوده؟ توی همین پروسه که اساسیای سطح خیابون انجام دادم، اولین مواجهه من با مسئله آگهی تحریم بود که یه تناقض خیلی بزرگی به نظرم بود، چون من مسئله رو بعد از سطح خیابون توی خود جاهایی که حالا قبرستان و اینجور جاها هست هم پی گرفتم. در واقع یه نوعی بازنمایی از سنگ‌های قبر رو توی سطح شهر انجام دادم و نقدم به این قضیه بود که ما تنها جایی که تصویر زن رو داریم که حالا روی سنگ قبرش بعد از فوت اون فرد توی حاشیه شهره. در واقع کاری بود که من با حک تصویر زن‌های که عکاسی کرده بودم توی کوچه خیابان، حالا با رنج‌های سنی مختلف، و حک اونا روی سنگ، اونا رو توی دل کنده‌های درخت